آقای دکتر در همین جاست. بله در درون است. آقای طاهر، آقای طاهر. تو در اینجا چیکار میکنی؟ آقای طاهر شما رو همچون گمانبر برای کمک کردن به تشکیلات سلاحداران باید دستگیر کنید. راگر 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 افتاد. خیز از جوید. اکنون زاره کن ابله به پایم افتاده گوی کی از کردم پشیمانم. از من چی میخوای؟ من هیچ کاری بدی نکردم. یعنی نکردی؟ باز همان گفت، باز همان دروغ‌ها. و تو امکانیت آخرین میدیم. با تشکیلات علاقه داشتند را اعتراف کن. تا 3 حساب میکنم. اگر اعتراف نکنی کلنگ را زیر کرده مینه سرت را پریشان میکنم. 1 2 سرطیه نکشه استد نکشه رو رها کنه میسرم رو رها کنه نکشه نمیمونم و گناهی ندارم 3 میسرم نکشید. در خصوصی با سلاحداران و تشکیلات همکاری کردنتان ما در دستمان دلیل‌ها داریم. برای مشخص کردن این دلیل‌ها باید شما را بازپرسی کنیم. حالا باشد لطفاً همراه ما بیایید. خودتان میدانید که من با تشکیلات هیچ علاقه‌ای ندارم. همه میدونن که من چندی سال است که چی طور با آنها مبارزه میبرم. اما دلیل‌های در دستمان بوده این طور میگویند. ابله دروغگو، از ما چی میخواد؟ دیلو خواهد بس نبود. دیلو آقای مسلم بس نبود. گفزم باز چی میخواد؟ دیلو ایستا آرام شو. دیلو گف شو از اینجا. گف شو آرام شو. آقای طاهر با من میروید. آقای طاهر آقای طاهر تو بیسرم وای گناه ندارد. مادر بیسرم رو سختیت. مادر جو شما چرا خیلی داخل؟ شما بیماره. خدای سلام. طاهر آقای طاهر صبر کنید. مادر جان نیست. بیسر جانم. مادر بیسری من گناه ندارم. مادر ایسته. مادر جو بیسری من در تشکیلات نیست. دیلا مادر جو از اینجا گرفته بر. زودتر گرفته بر. این کاری شما غیر قانونی است. قانون را از سلاحداری سابق می‌آموزم. راه گردید آقای طاهر. آقای طاهر پیش درآ. البته گنگار کنید آقای طاهر. مادر خدای سلام به شما چه؟ خاله جان شما همراه خاله سلام بودید. آقای دکتر چی گپ است؟ طاهر رو میبرن باید یکم کاری کنیم. حالا ایسته نبردیم تیمون ایسته داخل یک دم ایسته یک دم صبر خوش میکنم صبر کنید برادر یک دم ایست یا بس کنید راهزنها کنیستری راه همون دور شوید.
ماداش آروم شوید اگر اون حرکتی ناجا کنه همه‌تون رو میکشم فهمو؟ شد هیچ غم نیست من برمیگردم آروم شوید برمیگردم خودت میدونی که از این پیشتر کیها از اینجا گذشتند. عاقبتشان را هم میدونی. برای همین گپ را دراز نمیکنم. با تو مثل آنها رفتار نمیکنم. چون که تو آدمی با عقل هستی. از من چی میخواهی؟ این را میبینی؟ یک جهازی EKG و سوزنهایش همش برای تو است. میدونی با این چیکار میکنم؟ گوش کن. شرط نیست که اینها را استفاده کنم. تنها یک کار میکنی. گناهت را اعتراف کن بس. جنایتی رو که نکردم چی طور اعتراف کنم؟ مرا مجبور میکنی که تو را عذاب دهم. خیر بگذار همین طور باشد. کرسی را بیار. از همه جای حساسی آدم نوک انگشتان است. همین طور نه دکتر؟ اناتومی را از من بهتر میدونی. حاضر به انگشتت این سوزن را میخلانم و آهسته آهسته حرکت دلت را زیاد میکنم. وقتی به 170 رسید دلت چنان سخت فشار میدهد که دردت را در تمام وجودت حس میکنی و میموری. اگر اعتراف نکنی صبح جسدت از اینجا میبراید. اعتراف کن گفتم. با تشکیلات علاقمند بودن را اعتراف کن. حامیدی به ناموس در کجاست؟ نمیدونم با خدا خبر ندارم. اقلان با آن به ناموس گوید دیر یا زود او رو یافته در میدان دیهم می آویزم. گلی به کجا؟ خدا تو گیر خاموشی سرت جزایش رو میگیرد. التماس مرا نکشه. زودتر آمده. واقع
فرزندانم رو یتیم نکنید. این را باید وقتی خیانت کردم تکرار کنید. آویزید. این آدم به مقابل تشکیلات برآمده است. تشکیلات به او جزای قتل را حکم کرد. هیچ کس تصدیق نشود. با او نگرید. به همتون عبرت شود. عاقبت آنهایی که به تشکیلات زید میبرایند همین است. از این پس این دهه دهه تشکیلات است. در نقطه طبیعش باشد دختری ما یلدوز کار میکند. شد نترسید. همتون را بخشیدید. به یگان نفری شما دست نمیرسانیم. اما یلمز، حامید، برفین و آن دختری خائن را مثل خلیل آورده می آویزیم. اکنون هم از پس کار شود. از این پس اینجا دهه تشکیلات است. شما زیر حمایه تشکیلات هستید. مگر کار همین طور می شود؟ با آنها گریزید گفته خطاب کردی. بعد از شنیدن این گپ ها کی در اینجا میماند؟ یک گپی گفتت را فکر کن باتن. هرچی نباشد همش را میکشیم. این طور باشد رفته آن یلمزی خائن را هم آویزیم. من به نزد رئیس میروم. به یوز قماندان زنگ میزنم. بسیار خوب و ما میشود. تنها او کمک کرده میتواند. راسیه ها نیستند؟ نه نیافتم. مایلش نغزمانید. خیر یلمز. خوله جون، خوله زیلو، نخیزید خوله زیلو، باید خوب کنید. تو چه میگویی دیلا؟ وقتی که پسرم در دست ظالم هاست چطور خواب روم؟ کی میدوند با او چکار کرد؟ آقای مسلم را نکشتند. به فؤاد عذاب و شکنجه ندادند. نه دخترم من میرم. خوله زیلو، التماس از برای خدا. خوله قربانتان شود. این طور نکنید. اگر آقای طاهر احوال شما را بیند بسیار ترسیخ می شود. مادر جان صد شکر که به خود آمدید. من به خود بیایم چی فایده؟ پسرم را بردم برفید. مادر حالا ایستید. یلمز برای خبر دادن یوز قماندان رفت. البته او را میارم. برفین یلمز در کجاست؟ چرا؟ چی شده است؟ دخترم سلاح دارم به دهه در آمدن. خلیل را آویختند. چی؟ و خدا در همه جا ما را میکوبند. نه تنها مرا، تو را، یلمز را هم اگر یابند میکشند. زود پنهان شو دخترم، زود باش. یلمز به خونه رئیس برای زنگ زدن رفت. برفی نیست تو. نباید یلمز میرفت. اگر اون نباشد حجت رو رفته نمیتوانم. چی گفت؟ به یوز قماندان زنگ زدنم لازم. تلفن ویران است. شد من ببینم تعمیر میکنم. دیگر راهی نیست. باید زنگ زنم. آخر طاهر را میکشم بفهمید. تو یک بار گوش کن آخر چرا گپ میزنی؟ اگر ویران است گویم یعنی ویران است. چرا میگید پدر؟ تلفن کار نکنند. آخر صبح به برگینی زنگ نزده بگید. تو به هر کار بینیت را دخلان به خانه درا. رئیس شما با آنها همکاری میکنید ها؟ خاطر نشوید. با نزدیک همشون خوش را خوش کردن میخواهید. یلمز چی شد؟
صد شکر که خوبی سلاح داران در دهند در کجای ما را یابند میکشند بیا راه کرد زودتر رفتیم راه گردید در پایانند زودتر دستگیر کنید در آنجاید نیست کنید آنها را یلماز برفین زیلان با من بیایید بیایید بیا درا پراکنده شوید آنها رو نیفته نوید همه جا رو یک باید کابید زودتر زودتر زود راه گردید یک طرف ایست ایستو زیلان زیلان تو اینجا رو از کجا میدانی؟ باری اول گریخته در اینجا پنهان شده بودم مادرم و اکم چی میشوند؟ مادرت به من امانت است خواطر نشو شما یک مدت همینجا پنهان شوید همین که احوال خوب شد من اومده به شما خبر میدهم لیکن نبروید به خدا اینها شما رو میکشند دیگر چاره ای نداریم تو چیکار میکنی زیلان؟ اینها تو رو هم میکشند با من چیزی نمیشود شما نترسید من چاره خودم رو میبینم خیر مایلش کوبا مانده به اینجا بیار بیا با من ده شد دلا چرا برفین حالا هم برنگشته است مادرم التماس آرام شوید خدای زیلال حاضر میآید از برفین و یلماز خواطر نشوید در جای بخوفند زلا یلماز به یوز کماندون زنگ زد نه خواهم از دست سلاح دارم به زوری گریختند خدا جان خواهش میکنم نخیزید من دیگر طاقت کرده نمیتوانم رفته یوز کماندون رو مییابم پیزرم رو مییابم وگرنه آنها پیزرم خدای زیلال با این احوال رفته نمیتوانید خدای زیلال ایستید نروید خدای زیلال شما ممکن نیست از برای خدای خدا زیلال نروید خدا جان ایستید از برای خدا زده به شما خستم ممکن نیست دارن آمدن چی؟ آن یلمازی به ناموز در کجاست؟ ها در کجاست آن به ناموز؟ نیستند وای وای خانم زیلال تو باید دانی کنی گپ زن آن پسری خواهینت به کجا گریخت کنی گپ زن دیدی تو خیر نیست زنی ابلا آرام شو بطن خودت رو بهوده خسته نکن او را حتما میابیم اگر در دهه باشد راهی گریز ندارد اگر گریخته باشد باز به نزد ما میآید راست میگوید در خانه کسی نیست خیر مایلش مسئله دختر رو بعد میبینیم تو با ما میروی سرده
با یلدوزدار نقطه تیبی همشیره لازم است. کنین راه کرد. راه کرد. سرده راه کرد بگویم. سردیه دا پام رو بطن. ایستا. بطن ایستا. همشیره دیلو به تو ضرر نمیرسانیم. تنها بیماران را نگاه بین میکنی مثل پیشترا. مایلش من زود اومده شما رو خبر میگیرم. خدای زیلود از خونه نبروید. راگرد من پسرم را به آن خائنها نمیسپارم. اگر یه روز قماندان را نیافته باشند من مییابم. دکتر را آوردیم سردارم. این حجتی در دستم بوده. حسابات های از طرف یوز قماندان آماده شده است. تو را وقتی با باطن صحبت کردنت دیده است و به کمیته ولایتی حسابات داده است. میخوانم. من سردار دیویزی خشکیگرد قوه های مسلح در کوههای قسمی جنوبی ادای وظیفه میکنم. موافق فعالیتی که برای معین نمودنی جای سلاحداران تشکیلات گذرانیدیم و ما معلوم شد که کارمند گروه ضد تروریستی چیتین سالهن با یکی از قماندانهای تشکیلات با نام باطن زود وامی خورده است. چیتین سالهن از نام دولت و سربازان استفاده برده بالای مردم فشارهای زیاد می آورد که این به بد شدن مناسبت مردم و دولت سبب می شود. موافق معلومات های به دست آورده ایم ما این افسر با تشکیلات همکاری داشته در بسیار عملیات های آنها دست دارد. امضا سردار دیویزی خشکیگرد سرژانت کالون یوز بیاتلی. اما سردارم. اما چی اما؟ با تو با دقت باش گفتم. همیشه من از پس تازه کنم. خیر میلش. اینش را هم حل میکنیم. چقدر گنرال ها را نیست کردیم با یک سرژانت سر میفراریم. زود باش. پیش از آن که دیگرها را خبردار کند یوز را از بین بردار. خوب شده سردارم. زودتر. تو کی هستی؟ نترس، من دوستت هستم. برای نجات دادن آمدم. همه به عملیات رفتند. تنها یک نوبت دور مانده است. او هم خواب است. بیا، باید زودتر گریزیم. زودتر. با دقت باش. زودتر. میگریزیم. زودتر.
پسرم با ما نگر. مرحمت خالا. پایگاه سربازان. پایگاه در کجاست؟ در پایان. تشکر. بفرمایید جناب. چی حال داری سرباز؟ تشکر. خوب نمینمایی. گوش کن سرباز، من مشکلی تو رو حل میکنم. تو باشی یوز کماندان رو میکشی. نه اما آسان است. قلنگ را زیر میکنی، دوامش رو ما حل میکنیم. سلاح سرباز ویران شد و تیر خالی کرد میگوییم. مایلش لیکن اویلم چی میشود؟ تو یوز رو کش، اون طرفش را فکر نکن. قربانت شوم. من از دیهای آبی کلان می آیم. می خواهم یوز کماندان را بینم. برو از پدرش عارف سلام آوردم. تشکر پسرم. خدا از تو راضی باشد. خدا عمرت را دراز کند. با خیر است خاله جون؟ قماندان، من مادری دکتر طاهرم. آمده پسرم را بردم. گویا که او به سلاحداران کمک میرسانده باشد. خدا این دروغ است. تهمت است. گناهی ندارد. قربانت شوم، او را نجات ده. شاید خطا گشته باشد. پسرتان را ما دستگیر نکرده ایم. چی؟ شما کیستید؟ چرا مرا رها کردید؟ هر دو از یک طرفیم پسرم. طرفی که با اینها مجادله میکند ولی همدیگرمان را نمیشناسیم. یعنی ما تشکیلات مخصوصیم که برای دولت کار میکنیم. یعنی چی دار؟ شما چی تشکیلاتید؟ خیلی وقت باز کارهایت را نظارت میکنیم. مجادله تو ما را شوقمند کرده است. میخواستیم با تو بخوریم. وقتی فهمیدیم که تو را دستگیر کردن به اینجا آمدیم. تشکر. سلامت باشید. میخواهم تو هم همراه ما کار کنی. همه یک جای میتوانیم دولت را از این افلاسی ها تازه کنیم. لیکن این چیکار میشود؟ یعنی من باید چیکار کنم؟ همش را به تو میفهمونم. اما باید در اول شرطنامه پنهانی بندیم. من در ورقی خالی امضا نمیگذارم. مرا ببخشید. کارمون همین است. در این چیزی نیست. شناسنامه اتان را دیده میتوانم؟ برای شناسنامه را نشان دادن هم باید امضا کنید، چون که همش به شرطنامه پنهانی داخل است. نه، امضا نمیکنم. امضا میکنی. سرده! سرده میگویم! اینجا بیا!
آقای مسلم را بردند برنگشت. فؤاد به زوری از دستشان رها یافت. خانه و درش را پرتافته رفت. در خوابم دیدم قماندان با پسری من هم همین کار رو میکنند. اینها ظالمند. اینها به خدای ما ندارند. پسری من را هم میکشند. نجاتش ده. باز آنها همیشه از ای کارهای بد میبرویند. خاله جان، با شما یک سرباز را میفرستم. شما را به دههتان میبرد. ما پسرتان را برمیگردونیم. نه به خدا من نمیروم. پسرم را ندیده و نگرفته به هیچ کجا نمیروم. خاله جان، یک روی نکنید. آخر اگر تویر فهمد که من شما را در این احوال اینجا گذاشتم از من نمیرنجد. بیایید به خانه اتان روید. به شما وعده میدیم که او را مییابم. نظام سرباز من قماندان. سربازان را جمع کن. زود حرکت خوب شد از قماندان. سربازان صف کشید. студияи симо тақдим мекунад албоми нави ҷамшеди ниёзалӣ бо номи гумшуда. он гумшудаи ман дига намеша пайдо. ӯ рафту аз ин шаҳр маро гузошту танҳо. ишқи аввал нолаи мурғи қафас мебарояд танг аз роҳи нафас. ишқи аввал гирду боди рӯзгор мекунад тӯфонам мегирад қарор. аз ишқам гузар кардим. خداحافظ خداحافظ با تنهایی سفر کردی. خداحافظ خداحافظ از کلبه ما روشنی خانواده رفت مادر جان. یگان پر از نقره و طلا و گوهر رفت مادر جان. سر یخستانم سری آفتابم کن. ای بهار آبم کن. ای بهار آبم کن. ба наздикӣ аз тамоми дуконҳои фитафурӯшӣ ва аз студияи симо продакшн дастрас намоед. باید به این طرف رفته باشم. کنیستا دکتر فکر کردی که با آسانی نجات میابی؟ اگر با اکم یگون کار کنن چی؟ اگر او رو نجات دادن نتوانیم چی؟ آرام شو برفین، آرام شو. از اینجا میبرایم و اکت را هم نجات میدهیم. من میروم. برفین تو دیوانه شده ای؟ در همه جا آدمان سینان میگردند. از دهت چطور میبرایم؟ من دیگر در اینجا نمیستم. وقتی که اکم رو در آنجا شکنجه میدهند من چطور در اینجا ایستم؟ برفین میلش
اما باید اول به خانه رفته سلاحم را گیرم، بعد پنهانی از دیه میبرایم. میلش بیا. آیسته بیا. تو بودی؟ در رکشو آخر یخ کردم. یخ کردم. بعد سیلوداران دارم بودن. بله. اکنون چی طور خواهم حرکت میکنم. یلماز و برفین رو در یک جا محکم کردم. میدان از من شد. چی طوری خواهم حجت رو میکنم. برای آن حجت وقت زیادی نمونده است. از بالا فشار میارن. میفهمی؟ من حاضر به مسجد میروم. آنجا رو توضیح میکنم گفته میکوبم. اگر در حقیقت در مسجد باشد اون رو مییابم. یعنی که اسمتی آن حجت بوده است. حالا در اینجایم. زودتر. بیا برفین. بیا رفتیم. زودتر. چی گپ هست؟ من فکرم سلاح داران از پس شخصی رفتند. خیر من به مسجد میروم. همانجا با میخورم. دو نفر با اون طرف. تو باشی با من بیا. باید پیش از زیلان آن حجت را گیریم. چه خیلی حجت؟ حجت پنهانی بابایم خیلی مهم است. بابایم چندین سال آن را پنهان کرده، با آن مجادله کرده است. نفران میخوان آن حجت را به دست بیارم. معلوم می شود که زیلان و بیرزن آدمان آنهایند. تو چه هم میگویی یلماز؟ من هیچ چیز را نفهمیدم. یعنی باید پیشتر از زیلان به مسجد رسیم. رفتیم برفین. رفتیم. یعنی گپ نمیزنی ها؟ کنی بینیم وقتی مردنت چی میگویی؟ از تو نمیترسم. هر چی میخوای بکن. جان رو که خدا داده است بغیر از او دیگر کسی گرفته نمیتواند. من به او تسلیم شدم. نخواد. یعنی همین خیر. از 10 تا 1 حساب میکنم. اگر گپ نزنی قلنگ را زیر کرده تو رو به داخل چای کسلت میپرتایم. 10 کماشمون پسرم طاقت کن. 3 2 اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده و رسوله. 1 گپ زن ابله، گپ زن. یک سرژانت اومده است. میخواد با شما بخورد. او را برید.
مرحمت. میدونم که دکتر طاهر در دست شما است. میتوانیم سببی به اینجا آوردنش را فهمیم. از این پیشتر شناسنامه‌ام را دیده بودید. اگر خواهید در نزد سربازان گپ نزنیم. سرباز ما را تنها گذارید. اطاعت قماندان. سلاح‌ها را دارید. به طرف چپ گرد. با خدام. با پشت. دلیل‌هایی داریم که با تشکیلات همکاری داشتن دکتر طاهر را نشان می‌دهند. برای همین کوشش می‌کنیم تا گپ زند. کی با تشکیلات همکاری میکند من خوب میدونم. با جای ضروری حساباتم را نوشتم. اگر از حاضر آمادگی بینید خوب میشود. من برای خودم هیچ کار نمیکنم. هر چی کنم برای دولت میکنم. اکنون اینجا را ترک کنید. از حد و حدود خودتان نگذرید. اگر فکر کنید که ما با این ظلم و ستم شما طاقت میکنیم خطا میکنید. آقای یوز گوش کنید. من کوشش کردم تا خودم را آرام نگاه دارم، اما از حد گذراندید. حالا که شما را دستگیر نکردم گروهتان را گرفته از اینجا روید. چرا اینها پسرم رو پرتافته می روند؟ چرا او را نگرفتند؟ او را کشتن خواستم. هیچ حرفی نگفت. این آدم گپ نمیزند. بیایید او را بکشم. نه، اعتراف نکرده نکش. خیر چیکار میکنیم؟ مرگ خودش را قبول میکند، اما از دیگران را نه. اگر آن از نزدیکانش باشد پسرم رو به شما نمیدهم. پسر جونم، چه خیلی انسانی. پسرم شما وجدان ندارید. او را به چه احوال رسانیدید؟ مادر جون، آمدم پسرم. برای نجات دادنت آمدم. پسرم
خیز خیز پسرم خیز رفتی بیا پسرم بیا بیا زخیر بیا پسرم راه کرد بیا بیا چی گپ است؟ باید آنجا می روید؟ مانید مادرم رواد کاری شما با من است سردید او را سردید این آنقدر آسان نمی شود دکتر این کارمون درست است کماندان میدانم که طاهر بیگناه است او را در اینجا پرتافته نمیتوانم چون که به مادرش وعده دادم عمر لابای پا این رو به خولای زیلول بر نوشد مایلشم کن عمر خولای زیلول رو تنها نگذار خوب شده است این از کیست؟ از آقای طاهر است هر روز این کتاب رو میخوندند کی میدوند حالا در چه احوالند چی کار میکنند و از این باوری های خیالیش خودش رو هیچ رها کرده نتوانست در دانشگاه هم همین طور بود حالا باشد هرچی به سرش میآید از روی همین باوری های احمقانه و فکرهای خامش است چیزهایی به سر آقای طاهر آمده به ایمانش چه علاقه دارند حقیقت رو ندید همیشه در طرف دیگر بود به دولت باور کرد به دین باور کرد نفهمید که نه این دولت و نه این دین از آن ما نیست اگر به ما باور میکرد و از پس ما می اومد حالا در جای دیگر می بود اینها سفسطه‌اند اگر آقای طاهر این گفتگویت را شنوند خنده کرده میگذرند شاید دلشان میسوخت با من دلش میسوخت اصلا به حال شما باید دلسوزی کنیم هر دویتان هم ابلهید حقیقت را نمیبینید که این رو میفهمید به فکر من حالتی که حالا دوچار شده است به این سزاوار است چیزهایش را از اینجا بردار نه به هیچ کجا نمیبرم همه چیزهای آقای طاهر همینجا میمونند بردار گفتم به تو کنی زود بردار یلدوز چی شد؟
چی؟ همشیره به گپ‌هایت گوش نمی‌کند؟ نه، تنها طلب کردم که اشیاءهای تویی را از اینجا برد. خیر، هیچ گپ نه. اجرا کن همشیره. نه، نمیکنم. حتی یگان چیزش رو عوض نمیکنم. نمیکنی ها؟ خیر مایلش. من با کمالی مایل میکنم. اکنون شد. تمام. همشیره تو این جا رو تازه کن. این طور شدنش رو نمیخواستم. این همه از ابلهی ماست. مرا ببخش. همه چیز رو تو پوره کرد. زیق نشو. بوتان دیوانه حقیقی است. او رو کسی من کرده نمیتواند. برفین خم شو. کمک کنم اپا؟ تشکر دخترم. گذارید. چیکار میکنیم؟ نمیدانم، اما باید یگان کاری کنیم. وای کمش مانده است. قریب تمام شد. بیایید کارتون را زودتر تمام کنید. رفته خوراک گرم خوریم. زودتر.